خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. در سال دوم و سوم فکلته ما از فکلته های نامداری دانشگاه بود. بعد از ما هم به فکلته اکثر دانشجویان شوقمند علم و تاریخ شرق، دانشجویان خوش‌آداب و با فضیلت داخل شدند. در فکلته محیط سازگار تحصیل و جمعیتی به هم دوست و پرمهر جوانان گرد آمده بود. حیات آرامانه، حیات سالم و مسالمت آمیز و محدود در دایره رسمیت و طلبات اداره‌های بالایی ادامه داشت. از سال 1947 در حیات فکلته تبدلات مثبت، جنبش و جوش و خروش نوی جوانانه آغاز یافت. همه این به فعالیت تشکیلات نوی کمسمالی فکلته وابسته بود. در این سال به کاتبی کمیته کمسمال فکلته عزیزخان قیوموف برگزیده شد. این جوان وزنین، کم گپ و کم آمیزش و جمعیت بعد از به کاتبی انتخاب شدنش کسی دیگر شد و در حیات فکلته نیز نفسی تازه وارد نمود. همان غیرت و فعالیت پرکارانه عثمان یوسپوف، صحبت و نصیحت‌های خانگی این شخصی فوق‌العاده سیاستمدار همانا به عزیزخان تأثیر خود را گذاشته بود. عزیزخان در فضای فکلته گویا همان فعالیت تشکیلاتچگی عثمان یوسپوف را جاری می کرد. با غیرت عزیزخان فعالیت کروژاک علمی را بیشتر گسترش دادیم. از همین سال سر کرده معروفیت کروژاک در بین دانشجویان و اشتراک دانشجویان در کروژاک زیادتر و فعالتر گشت. بعد از درس در بین دانشجویان صحبت‌های گوناگون تشکیل می کردیم. درباره شرقشناسان مشهور، دانشمندان بزرگ شرق، شاعران فارسی زبان، خصوصا سعدی و حافظ. قبلا به شاگردها می فرمودیم که آنها غزلهای این شاعران را اسبر کنند و در محفل قرائت نمایند. یکی از نوسازی های شخصا عزیزخان تشکیل نمودن ملاقات دانشجویان فکلته با عالمان، شاعران و شخصان برگزیده علم و مدنیت ازبکستان بود. ملاقات ما با شاعر غفور غلام، شاعر و عالم مقصود شیخزاده، با فیلسوف نامداری همان سالها واحد زاهدوف و خصوصا با رکتور دانشگاه سلطان عمروف خیلی پرشوق و پرذوق گذشته بود. برنامه‌های تاجیکی رادیوی تاشکند در بین دانشجویان شهرت داشت. آهنگ‌های تاجیکی و سرود و موسیقی‌های شهیدی و یودکاف و برهانوف و لویف جوانان فکلته را مفتون کرده بود. عزیزخان و باز 2-3 نفر از همکرسان خواهش نمودند که چند سرود تاجیکی را به آنها بیاموزم تا در محفل و مجلس‌ها موسیقی تاجیکی صدا دهد. به همین طریقه چند سرود تاجیکی را از جمله به چشمانت قسم، یک بوسه، بوتی نازنینم را آوازخوان جوان رادیو به دانشجویان هوسکار فکلته بیاموخت. ما این سرودها را خار شده در محفل‌های ملاقات شخصان بزرگ می‌خواندیم. در ملاقات سلطان عمروف حتی انسمبل نوبنیاد تاجیک را دعوت کردم که مجلس ما را گرم و طرب‌انگیز نماید. در اول بهار سال 1948 در تاشکند مجلس پرشکوهی به افتخار 500 سالگی تولد نوایی برپا گردید. این جشن که میبایست سال 1941 برگزار گردد به سبب آغاز جنگ نیمیس‌ها سازمان نیافته بود. به این جشن از تاجیکستان استاد عینی و استاد لاهوتی تشریف آوردند. آنها در مهمانخانه نامدار همان سالها نسیونال هر دو در یک خانه مجهز اقامت داشتند. من هنوز پیش از مجلس تنتنوی به زیارت استاد عینی رفته بودم و در همین جا بار اول به دیدار و صحبت استاد لاهوتی رسیدم. دانشجویان ما آمدن 2 تن سیمای بزرگ ادبیات تاجیک را شنیده
التماس نمودند که آنها را به ملاقات فاکولته دعوت نمایم. باز به دیدار دو استاد بزرگوار رفتم. استاد عینی عذر آورد که صحتش چندان خوب نیست و در این وضع به ملاقات جوانان رفتن را مناسب نمی‌داند. استاد لاهوتی زود راضی شد و به استاد عینی روی آورده گفت: تاجیک ها میگویند که عصای پیر بجای پیر. استاد، شما خود هم پیر هستید و هم عصای محکم. با تبسم در جواب گفت عینی: و جوانانه قدم هم میزنید. مناسب آن است که شما به ملاقات جوانان روید. ما به احترام لاهوتی و با نظرداشت جمع آمدن شماری زیاد شوقمندان قرار دادیم که ملاقات را در تالار کلان دانشگاه گذرانیم. در تالار دانشگاه اجتماعی بزرگ دانشجویان حاضر بودند. دانشجویان فاکولته ما، اینچنین تاجیکانی که در فاکولته های دیگری دانشگاه تحصیل می کردند. از استادان و دانشجویان ازبک هم عده زیادی اشتیاقمندان گرد آمده بودند. مجلس را عزیزخان قیوموف به زبان تاجیکی گشاد. تاجیکی گفتن هم سبب دارد. هرچند به ما زبان فارسی را به گویش ایرانی تعلیم می دادند، اما دانشجویان ازبک به تلفظ ایرانی عادت کرده نتوانسته به لهجه تاجیکی حرف می زدند. دیگر مجلس از اول تا آخر به زبان فارسی و تاجیکی بود. جوانان و دختران استاد را خیر مقدم می گفتند، تبریک می نمودند. شعرهای لیریکی و سیاسی ایشان را به زبان فارسی و تاجیکی قرائت می کردند. سپس لاهوتی به سخن برآمد. مضمون سخنهای ایشان اجمالاً همین بود: من امروز خودم را نه تنها در مشرق زمین بلکه در یک گوشه ایران خودم حس می کنم. شما امروز به زبان خلق من، به زبان فارسی که مردم آسیای میانه و ایران و هند و روم را در قرنهای گذشته به هم می پیوست، به زبان تاجیکی جمهوری تاجیکستان وطن دوم من سخن کردید. زبان فارسی که امروز شما در دانشکده شرق تحصیل می کنید برای آموختن تاریخ و گذشته تمدن مردم آسیای میانه، ایران، هندوستان کمک خواهد کرد. با این زبان شما می توانید مناسبت و رابطه های علمی و فرهنگی بین جمهوری های ازبکستان و تاجیکستان و ایران و افغانستان را رواج و رونق بدهید. بعد از سخنرانی ها خار سنتی فاکولته ما آهنگ های تاجیکی را با شعر لاهوتی اجرا کرد. هنگامی که دانشجویان سرودی بوتی نازنینم را سر کردند، لاهوتی به وجد آمده از قطار یکم جهیده به صحنه برآمد و در قطار دانشجویان راست ایستاده به آهنگ این سرود همسازی کرد. مجلس ملاقات لاهوتی به دانشجویان تأثیرات عمیق گذاشت که دیر وقت آن را به یاد می آوردند. برای من نیز این دیداری فراموش ناشدنی بود. این ملاقات اولین و آخرین من بود با استاد لاهوتی. متاسفانه دیگر سعادتی به صحبت و دیدار ایشان رسیدن به این جانب میسر نگردید.